گناه ها خیلی زیاد است که کل گناه ها ترک شود. این 3 تا گناه را در رمضان نکن عزیزم. این 3 تا گناه را نکن که با همین روزه ای که میگیریم پیچانده به سر ما زده میشه. همین روزه ما را پیچانده به سر ما میزنه. اول لقمه حرام. مسلمان آب پاک را نمی نوشه، آخر روز با مال حرام افطار میکنه، با لقمه حرام افطار میکنه. آب پاک در کل روز تشنه می شود او استفاده نمیکنه که من روزه گرفتم. آخر روز که میشه با لقمه حرام، با پول سود، با پول رشوت، با پول چیزهای حرام فروختن او جمع کرده، با پول دزدی باز او روزی خود افطار میکنه. این روزه قبول میشه. لقمه حرام بپرهیز، نورانیت را از وجودت میگیره، استقامت را از پیشت میگیره، قوت و شیمه را از پاهایت میگیره، نمیتونی نماز بخوانی، بهانه ها برات پیش میکنه. این لقمه های حرام است. حلاوت ندارد تراویحت، شیرینی ندارد تهجدت، قرآن میخونی بیمزه، چون لقمه حرام برکت را از زبانت، از چشمت، از نمازت، از همش میگیره. دوم گناه، علما میگن که روزه را بی نور میکنه، چشم چرانی است. خیلی عادت کردن، نه این نمیشه. انبیا چشم چرانی کردن؟ اصحاب پیامبر چشم چران بودن؟ علمای ربانی چشم چران هستن؟ اینا خطا نیستن، اولیا خطا نیستن. ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اون 1,24,000 صحابی که رسول صلی الله علیه وسلم داشت خطا نیستن. یوسف تانیست، جوان بود. محمد صلی الله علیه وسلم توانست. ابراهیم خلیل توانست. موسی توانست. عیسی توانست. میگه من نمیتوانم. اونا هم انسان بودن، زحمت دادن خود را. چشم چرانی، بازی چشم چرانی دیگه عام است. یک کس بگه من داخل خانه میشونم خیلی چشم چرانی نمی کنم که گناه خطرناک است. با گوشی چی کار میکنی؟ ای مسلمان، حال خواهر هر چیزی که گفته شده بازی سانسور میکنن، کتکاری میکنن. بیدار باشی. دشمنان اسلام کمر بسته کردن که فقط سخنرانی و علما را بگیرن، کت کنن، سانسور بکنن، از یک جا به یک جای دیگه وصل بکنن. یه وقتی میگه فلانی فلان چیز را حرام گفت، فلانی فلان چیز را حرام گفت. تو همه چیز را حلال بگو، باز تو مولای خوب هستی. چشم چرانی حلال است، دختربازی حلال است، ارتباطات نامشروع حلال است، عشق بازی حلال است. تو مولای خوب است. میگه این مولای میانه است. همه چیز را حلال قرار بدید، تویش بد نیستی. ولی یک کس ناراض شده که الله. اگر تو چیزی را که رسول صلی الله علیه و سلم حرام گفته حرام بگویی، خیلی ها از تو روگردان میشوند، ولی یک کس روگردان نمیشه. الله. پس عزیز من خوب متوجه باشی. پس با این گوشی هایی که در ماه مبارک رمضان است، این خود ممکن نیست که من بگویم دیگه گوشی تا داخل خانه بان یا در بکست قفل بکنی. این کار خود نمیتوانی. خب گوشی داخل جیبت است، حداقل میتوانی 1 ماه از صفحات مجازی، همون صفحاتی که تو را به گناه میکشانه و نمیتوانی مقاومت بکنی، نمیتوانی استقامت داشته باشی، نمیتوانی مبارزه بکنی. 1 ماه تمرین است دیگه. 1 ماه خود را به زحمت بیانداز. میبینی که نمیتوانی در برابر فساد صفحات مجازی طاقت بیاوری، آلوده میشی. پس 1 ماه از او استفاده نکن. به خاطر که علما میگن چشم چرانی روزه هیچ نمیماند. تو
قوت روزه را از پیشش میگیره. روزه فقط یک کالبد و یک اسکلت باقی میمانه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که روزه میگیرد بیهوده گویی نکند، فحش نکند، بیهوده گویی نکند، فحش نکند. اگر کسی او را دشنام میته او چی بگوید؟ ما چی هستم؟ ما روزه دار هستم. اگر کسی دشنامش میدهد بگوید ما روزه دار هستم. پس این ماه مبارک رمضان ماه تمرین، ماه استقامت که به الله نشان بدهی پروردگارا من بنده خوب شدم، من بنده خوب شدم و این خوبی را به من حفظ بکن، نگه بدار که بعد از رمضان دوباره از مسیر پیرا نشدم. جوان 17 ساله در بین صحابه اسمش حارثه است. رسول صلی الله علیه و سلم یک روز با این روبرو میشه، برش میگه که چه حال داری؟ میگه خوبم یا رسول الله، در عبادت پیشرفت کردم، اینقدر پیشرفت کردم که حس میکنم اهل بهشت را من میبینم. گفت اینقدر در این عبادت پیشرفت کردیم که فریاد جهنمی ها را حس میکنم که میشنوم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود الان شناختی محکم بگیر، پایدار باش، استقامت بکن. در غزوه بدر یک تیر که از کجا زده می شود هیچ کس نفهمید می آید در میان اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، از همه می گذرد، به گردن حارثه اصابت می کند. این بزرگوار شهید می شود، دفنش می کنند. مادرش می آید به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. باز به پیامبر حارثه میگه پیش از شهادتش، میگه یا رسول الله شبها در قیامم، روزها تشنگی میکشم، در روزه هستم. شبها در قیامم و روزها تشنه روزه میگیرم. بعد از شهادت مادر میآید به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عرض میکند یا رسول الله فرزند من در بهشت باشد خب من آرامم و خوشحالم، اگر فرزند من در بهشت نباشد من تلاش میکنم گریه بکنم. رسول صلی الله علیه و سلم میگه یا ام حارثه 17 سال سن دارد، سبحان الله. ای مادر حارث، انها جنان، در بهشت باغهای زیادی هست ولی پسر تو در بالاترین باغ بهشت که فردوس از جایش هست، در بالاترین باغ بهشت که فردوس از جایش همونجا هست. نمیخوایم بهشت برویم؟ هوش مصنوعی بهشت جور کردن، این ویدیویش کسی به من روام کرد. هوش مصنوعی چیزی که ساختن، آدم وقت نگاه میکند به اون چیزی که ساخت همین بشر است، با هوش مصنوعی ساختن، تعجب میکند انسان. ای مسلمان، این بهشت را الله چقدر زیبا خلق کرده. ما لا عین رأت، هیچ چشم ندیده. هر چه زیبایی های جهان را دیده باشی بهشت غیر آن است، بهشت زیباتر از آن است. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، هیچ گوش هم نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر. هر چه زیبا تصور بکنی، زیبا بیاندیشی، زیباترین جاهای جهان را دیده باشی، باز هم ولا خطر علی قلب بشر. اینقدر بهش زیباست که در قلب کسی هم خطور نمیکنه. ولی یک دروازه داره، اسم او دروازه چی است؟ باب الریان. الله اکبر. ای مسلمان، الله جل مجدو چه راههای شکار را برای بندگان خود فراهم کرده که بنده را بگیرد داخل رحمت بکنه. یک دروازه دارد، فی الجنت باب، در جنت باب هست، یا فی الجنت 8 ابواب، جنت 8 در دارد، در بین این درها یک باب هست یقال له ریان، برش میگه ریان، معنایش سیراب کننده. از این دروازه که داخل بهش میشود با آواز بلند میشم که روزداران داخل بهش میشود. آخرین روزدار که داخل شد دروازه بسته میشه.
پس عزیز من اگر میخوای داخل بهشت شوی دروازه ریان را برای خود باز بکن. کدام روزه؟ روزی که هیچ گناه نکنی، مخصوصا 3 تا گناه. اولش لقمه حرام. روزه را به زحمت میگیری، با لقمه حرام افطار نکن. به زحمت روزه میگیری، با لقمه حرام افطار نکن. به لقمه حرام زن بیچاره‌ای که تمام روز داخل خانه کار میکند، عرق از جبینش در حرکت است، کمرش خمیده است، برای تو غذا درست میکنه، لقمه حرام را با او نبر که او هم روزیش با لقمه حرام افطار نکنه که روز قیامت جوابش شوهر میگوید. متوجه لقمه ها باش. دوم، چشم چرانی. پروردگار ما را هدایت بده، پروردگار ما را هدایت بده. واقعا سخت است، واقعا سخت است. فقط کسانی میتوانند. بی گفته حافظ ابن تیمیه رحمه الله، بیچاره اهل دنیا از دنیا رفتن، شیرین ترینش نچشیدن. بیچاره اهل دنیا از دنیا رفتن، شیرین ترینش نچشیدن. گفتن شیرین ترین چیز دنیا چی هست؟ فرمود محبت الله، انس با الله. اهل دنیا رفتن، بیچاره ها از دنیا شیرین ترینش نچشیدن. وقت محبت الله را شیرینیش بچشی، کل شیرینی های دنیا در دهن تلخ میشه. و شیرین ترین است. پس کسان میتواند، ببینین الله رب العزت و الجلال تنها به مردها خطاب نکرده، هم به مردها به تنهایی گفته، هم به زنها. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به مردان مؤمن هم بگو که چشمان خود را فرو بیندازند، به زنان مؤمن هم بگو که چشمان خود را ببندند. به هر دو خطاب کرده. این چشم چرانی اگر چیز بسیار خطرناک نمی بود، این دهلیز زنا هست. از همینجا شروع می شود. الله رب العزت و الجلال همین را در قرآن بیان کرده که این در را ببندید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. برای مردان مؤمن و برای زنان مؤمن بگون که چشمان خود را ببندند. ای عزیز من، متوجه صفحات مجازی باش. نشبه که باز بعد از تراویح من نمیخوابم تا سحری که باز از خواب بیدار شده نمیتوانم. بازی جا بینشینی و سریال باشد و اینستاگرام باشه و تیک تاک باشه. این روزه باز این روزه نیستی، پاره شده با گناه. این روزه پاره شده. و الا رسول صلی الله علیه وسلم فرمود الصوم جنه، روزه سپر است، این را با گناه پاره نکن. روزه سپر است، این را با گناه پاره نکن. و سوم گناهی که نباید انجام داد غیبت هست. چی است؟ غیبت. غیبت نکن مسلمان، که در رمضان در روزه هیچ نور باقی نمیمانه، هیچ ثواب در روزه باقی نمیمانه. گناه ها در قرآن بیان شده، ولی الله رب العزت و الجلال مثال عجیب بر کسانی که غیبت میکنه در قرآن زده. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. کسایی که غیبت میکنن گوشت حرام برادر خود را خورده، گوشت حرام برادر خود را خورده. پس گناه سومی که نباید در رمضان بکنی